امام شافعی خیلی زیبا و قشنگ فرموده، میگه سنت رسول الله تبیین میکنه مراد خدا را معین تبیین میکنه برای ما. خدا وقتی که فرموده نماز بخون برای ما تبیین کرده با سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم. حج ادا کنید تبیین کرده با سنت. ثم قرن الحکمت بها بکتابه، پروردگار حکمت را برابر کرده با کتاب خودش. امام شافعی میفرماید فاتبعها ایاه، دقیقا حکمت را بعد از کتاب آورده، به دنبال کتاب آورده. ولم یجعل هذا لاحد من خلقه، پروردگار چنین کاری برای هیچ کدام از مخلوقات و آفریده های خود انجام نداده غیر رسوله